بچه چطور امیر هستم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. امروز من دیگه با همدیگه اومدیم یه گیم پلی آریو داشته باشیم در مورد یکی از مپ‌هایی که تازه اومده توی بازی، بعد از آپدیت اومده توی بازی و اومدیم تستش کنیم ببینیم چه جوریه. خودم هنوز امتحان نکردم، البته چرا دروغ بگم، یکی دو دست بازی کردم و اومدم بگم با شما یه گیم پلی رو داشته باشیم در مورد این مپ خیلی باحالیه. من خیلی خوشم میاد از این مپ، به خاطر اینکه گفتم بذار ویدیوشو بذارم. این یاران ها اومدن، اوکی بریم. مپیه که ببین هر سری که وقتی بذار یه توضیح هم بدم، حالا اگر کسایی که نمیدونن بذار یه توضیح بدیم. مپیه که هر سری که میمیری دوباره زنده میشی، 4 نفر است، مثل کلش خودمونه. نتم پریده که بابا نتم خوب بود، داداشم بازی میکردم. اوه شیت، چقدر عالی اومدیم. بابا چرا عجب، و دیگه فکر کنم درست بشه. ما رو از گرفتن ویدیو منصرف کرد. عجب، درست شد دیگه، واقعا فکر کنم درست شد. آره دیگه درست شد. بچه هم مپیه که یه توضیح بخوام بدم، مثل کلاش خودمونه هر سری، ولی بمیری درجا دوباره میای تو بازی. میتونی گان انتخاب کنی، گاناش همش نیست، یه چیزای محدودی هم. بعد بر اساس یه خود بازی یه پولی میده، بعد این پولم ثابته، یعنی هر چقدر تو کیل بزنی اونا زیاد نمیشه، همون میمونه. داداش داره کسی بهت گفته که خیلی بد فشار میدی؟ نزن، بنده خدا فشار خالی کردیم. یکی هم این تایمه، پس ایناش اه، وای وای وای، این کاراکتره خیلی مزخرفه، ولی بدم میره کاراکتر. مرسی. بابا اینم چرا اون ورزون میشه؟ فشار داد، فشار. MP5 میکشیم با دیزل و اوه تا الان 3 تا زدیم کلا، آمار افتضاحی داریم. بابا این چی همش میفته؟ بابا ای 19 بابا این نت اذیتمون میکنه به خدا.
این دستم کلا رفته روی MP5 با. یه شعبدی زدم تای یارو ریسک نکرد. خب داداش تو که اونجوری داری خط میکشی خب معلوم میخوری دیگه. اصلا خیلی بد آمد از این ویدیو، ولی خب دیگه میذاریمش، مشکلی نیست. خیلی نت داشت اذیتمون کرد. قبل از اینکه بازیو شروع کنیم نت خیلی خوب بود، اوکی مشتی، ولی خب نه شروع کردیم گیمو نت ها ضعیف شد. ایران بابا خب تو داری اونجوری فشار میدی، خب معلومه دیگه 31-27 میشه بازی. اه؟ او بد مردیم. ای شت بد باخت. بچه خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو بودید. تا ویدیوی بعد و تا گیم پلی های بعدی، خدا نگهدار.